حکایت شتر دوراندیش. قاطر و شتری با هم دوست بودند. روزی قاطر به شتر گفت: ای رفیق، من در حین راه رفتن بر زمین میافتم، ولی تو به راحتی میروی و به زمین نمیخوری. علت این امر چیست؟ چه باید کرد؟ درست راه رفتن را به من بیاموز. شتر گفت: چشم من از چشم تو دوربین تر است و وقتی بر سر کوه بلندی میرسم از بالا همه راه ها و گردنه ها را با هوشمندی می نگرم. من از سر بینش گام بر می دارم و به همین دلیل نمی افتم، اما تو فقط تا 2-3 قدم پیش پای خود را می بینی و در راه دوربین و دوراندیش نیستی.